سلام، حالا که زمستونه و هوا سردتره بیاین بهتون یه اجاق گاز بهتون یاد بدم تو ماینکرافت بسازید و ازش نهایت لذت رو ببرید. اول از این بلاک‌های ندر میذارید و روش رو روشن میکنید و از این بلاک‌های پله که ترجیحاً آجر باشه زیباتره استفاده بکنید، ترجیحاً چون خوشگل‌تره. وگرنه هر بلاکی هر پله‌ای که دوست دارید میتونید ازش استفاده کنید و بعد از این شیشه ها بذارید. حالا میایم بالا. حالا باید این روش رو هم از این پله ها بذارید. خب بیایم این ورم بذاریم. اینجا باید اوکی. و حالا از این بلاکا باشه که باش پلتون رو ساختید و این رو بذارید و تمام. حالا شما یک اجاق گاز زیبا دارید.